Assalomu alaykum. Hukumat Jamhuriyat Tojikiston Janobi Oli Hamiroz Bistom از همیروز از با ما خبر دادن که تا موسط 12 شب عثمان تاجیکستان محکم میشه. عثمان تاجیکستان محکم میشد. همه بلیط ها موندگی شدگی این اربو همه را نشان ته برادر پاتنتشون تمام شدگی یک هفته گشنه خوبه تمام شدگی همه چیز تمام شدگی این بلیط ها میگم بلیط بنه عبرت نشد 30,000 بلیط گرفتگی تاجیکستان قبول نمیکند. محترم جناب عالی نخود ما در کار نباشیم برای تاجیکستان که دولت خودشه. همه دولت ها همین که از پشت کرونا ویروس سمالیات روی کرده ایستند که سمالیات به پول رفته از دیگه دولت مردم شگفت آمده است. دولت ما بلیط داره 26,000 بلیط گرفتیم یا 11,000 دا 26,000 30,000 این میگن اورال میپره اینا میگن چی میگن یگان چی نمیپره. این مردم چیکار کنند این دولت درسته هر سری بلیط 3,000 بلند میکنه فروخته سن یا اون که چوره نمیبینن برای 100 تا تاجیک 1,000 میلیون آدم صاحبی میکنن تاجیک که صاحبی نکیسن بلیط میفروشن یکی نمیگن که میپره بلیط میفروشن بعد فروختن بعد یک سال میفهمن که نمیپره. خب برای چی بلیط میفروشن؟ یه یک خدا نکند این دولت خودش کرانتین اعلام کند. همه محکم میکنند دیگه پول برای خونه نیست. این مردم نیمه از خونهش برون اومده که خونه جای زیست نیست کجا ما کرانتین بذاریم. یگان جناب عالی التماس یگان شرط نریس میگن چی میگن یگان سمالیات مالش ما پول بلیط دو برابر زیاد میتونیم بیاین سمالیات تشکیل کنن همینجا رای های روز و 2 بار 3 بار نمیدونم چند بار شاید علاقه که تشکیل کرده است که از اینجا اما رازنه خودتون گیره مردم گوشنا التماس